موتور NH 180 250 دارید. موتورتون حرارتش بالاه، گرم میکنه. فصل گرمستان موتورتون حرارتش بالاه. سلام، امروز اومدم چند تا نکته رو بهتون بگم تا این مشکلتون برطرف بشه. عوامل مختلفی هست که باعث بالا رفتن حرارت انجین موتورتون میشه، از جمله روغن بی‌کیفیت، دیر عوض کردن فیلتر روغن، از جمله استفاده نکردن از کولانت یا ضد یخ با کیفیت و مشکل سیستم فن در موتورهای NH. از تمام این عوامل باعث میشه که حرارت انجین شما بالا بره و چراغ فن یا چراغ رادیات آب شما مدام روشن و خاموش بشه. برای اینکه این موارد رو برطرف کنیم یکی یکی با هم جلو میریم. مورد اول اینه که شما باید از روغن با کیفیت مخصوص موتورسیکلت که جاسومه تو داره استفاده بکنید که گیربکس و موتورتون رو کار روغنکاری و خنک‌کاریش رو بر عهده داره. اگر شما روغن بی‌کیفیت استفاده بکنید هم استهلاک موتورتون بالا میره، هم حرارت موتورتون بالا میره. از جمله مواردی که خیلی رعایت نمی‌کنن تعویض نکردن فیلتر روغنشونه. وقتی شما فیلتر روغن رو عوض نمی‌کنید یا دیر عوض می‌کنید یا هر چند دفعه بعد از تعویض روغن فیلتر روغنتون عوض می‌کنید، چه اتفاقی میفته؟ به اویل پمپ شما فشار میاد، چون کاغذ روغنتون کیپ شده و روغنکاری در موتورتون به سختی انجام میشه و همین مورد باعث میشه که روغنکاری و خنک‌کاری در موتورتون سخت‌تر انجام بشه و حرارت موتورتون بالا بره. دومین موردی که باید خدمتتون عرض کنم ضد یخ یا مایع کولانتی که داخل رادیات موتور شماست. شما بهترین گزینه‌ای که دارید اینه که از یک کولانت با کیفیت داخل موتورتون استفاده کنید تا کار خنک‌کاری موتورتون رو بر عهده داشته باشه. کولانت چون به صورت کارخانه‌ای 50% ضد یخ و 50% آب، نیازی نیست آبی به داخل رادیاتتون اضافه کنید و از همه مهمتر باید موتورتون هواگیر بشه تا هوایی در داخل سیستم خنک‌کاریتون وجود نداشته باشه. پس از یک کولانت با کیفیت در سیستم رادیاتتون استفاده بکنید. و در آخر موتورهای NH 180 و 250 به خاطر اینکه رادیات‌های کوچیکی دارن و دور فنشون پایینه با مشکل گرم کردن رادیات مواجه هستن. ما برای اینکه موضوع رو حل بکنیم از یک فن با دور 6000 RPM که دور خیلی بالاییه و بولورینگی هست استفاده میکنیم به جای فن فابریکی موتور که این مشکل رو برطرف بکنیم. این فن چون دور خیلی بالایی داره باعث میشه که رادیات شما زودتر خنک بشه و آب خنکی داخل انجین شما به سرعت وارد بشه و اون مشکل حرارت بالای موتور شما رو تا حدی برطرف میکنه. امیدوارم که این کلیپ برای شما مناسب باشه. اگر با سوالی داشتید میتونید با بنده در دایره ارتباط بشید. ارادتمند شما، جلیل.